آقا این محافظه که میبینید مال یخچال کارگاه بود. وقتی تصمیم گرفتیم برفک‌های یخچال رو بذاریم آب بشه خاموش کنیم، دوباره که زدیم دیگه این کار نکرد، یه تقی گفت دیگه کار نکرد. حالا میخوایم با هم دیگه بریم ببینیم که ایراد چه چیزایی میتونه باشه و در اینجا چه مشکلی به وجود اومده. دربش رو باز کردم، یه ظاهری نگاه کردم بردشو. اولین چیزی که باید چک بکنیم اینه که ببینیم اصلا این سیم برق رو برای ما میاره تا ورودی مدار یا نه. خب تست کردم دیدم که نه، برق رو نمیاره، یعنی یکی از لاینای یا فاز یا نولش قطع شده. حالا یه بارم این تست رو بیزه رو انجام میدم ببینید این رد میکنه برق رو، ولی این یکی رد نمیکنه. حالا میخوایم ببینیم که اصلا از کجاشه که رد نمیکنه. بالاخره این طول کابل دیگه، ببینیم چقدرشه، کجاشه که رد نمیکنه. این طرف رو به صورت ایزوله بستم به یه گیره، ادامهش میدم. این طرفش هم که باید وصل بشه به دو شاخه. ببین این طرف کاملا ایزوله است، این طرف هم وصلش کردم به برق. ببین این طرف که جریان وجود داره، یعنی ولتاژ 220 داریم میاد، از اینجا به بعد دیگه نداریم. بسیار زیبا. ببینید پس هر اتفاقی افتاده تو همین تیکه این لعنتی دو شاخه افتاده. بسیار زیبا. حالا میایم میبریمش ببینیم که قضیه چی بوده. باید بشکافیمش ببینیم که اون زیر چه خبره. بله شاید در این لحظه بتونیم ببینیم که از کجا قطع شده. بله دیدید که به راحتی در اومد و این لعنتی بریده بود به این شکل. در این لحظه سیممون رو آماده میکنیم برای دو شاخه جدید. حتما لحیم رو بزنید که بعد پیچش رو صفر میکنیم قطع نکنتش. این شکل عجب. لحیم های اینها رو هم بیشتر میکنیم.
ارتش هم لحیم میکنیم. به این شکل. بله میبینیم که انجام شد و ممنونم از توجه شما.